سلام به بچهای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. چطورین؟ خیلی خوش اومدید به کلاس زیست شناسی. احوالتون چطوره؟ شبتون بخیر. سلام چطورین؟ خوبین؟ سلام خوبین؟ قربون شما. مرسی، منم خوبم، متشکرم. همونطور که میبینید با یه دیزاین جدید فعلا شروع کردیم. صندلی‌ها رو چیدیم چون که مهمون داریم. سلام. بله، هزاران تا حدسم زده شده که مهمونمون که سورپرایزه. حالا میاد قطعا کلی حال خواهید کرد. شخصی بسیار گنگ و در عین حال درس خونده، تحصیل کرده، درست حسابی که در خدمتشون هستیم. افتخارشو داریم که در خدمتشون باشیم. و من قبل اینکه بخوام ازشون دعوت کنم دوست دارم اینو بگم که خیلی وقتا شما اینو دیدین، مثلا همه فکر میکنن کسی که میره دنبال تحصیل، کسی که میره دنبال مثلا پزشکی دیگه از همه زندگیش باید بزنه، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، صبح تا شب کله تو کتاب باید باشه. و این دیدگاهی که معمولا عموم مردم در مورد تحصیل در رشته‌های این مدلی مثل پزشکی و اینها دارن. ولی ما امروز یه دونه مثال خوبش رو خواهش کردیم که تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم برای اینکه ببینیم نه اینطور هم نیست و آدم میتونه هم تحصیل بکنه و هم به علاقه‌هاش برسه. دعوت میکنم از آقای دکتر سروش ولیزاده، آقای هیپاپولوژیست. آقا بفرمایید. سلام. آقا مخلصیم. سلام. این داستانی داره. این داستان داره. خب اینجوری. آها، باریکلا. اینجوری. بله. اینجوری. مخلصیم. بفرمایید. شما کجا دوست داری بشینی؟ اینجا راحتی بسیار عالی. خب. سلام و همگی بسیار عالی. خب آقای دکتر همونطور که میدونید تحصیل کرده پزشکی هستند. ما اتفاقا اینجا میخوایم در مورد سوالات غیر رفعی بیشتر باشون صحبت کنیم و انگیزه بشه برای بچه‌ها که درس بخونن، یاد بگیرن که آدم میتونه به همه چی برسه، اهم از تحصیل و اهم از کارهای دیگه که علاقش بوده. و بله، پشمای همه ریخته همونطور که میبینید در داخل چت. ماشاءالله. آره قربون شما. خب آقا خوبی؟ قربون شما. اولا که افتخاری برام در خدمتتون باشیم از هنرمندای کشور عزیزی. قربونه. من میدونم که کلی هم کار و برنامه داشتی دیگه، لای اینا زحمت کشیدی اومد. قربونه. خب اول آقا این سوالا که من میخوام بپرسم تا حالا کسی نپرسیده، جدیده. شما کنکور چه سالی شرکت کردی؟ من سال 90. سال 90 شرکت کردی. من 89 بودم، ایشون 90. آره سال پایینی ما. قربونت. خب درصد زیست کنکورت چند بود؟ 50 خورده ای فکر کنم. 50 خورده ای زدی. بعد بسیار. درصد بقیه درسات هم یادت میاد؟ من یادمه که توی اختصاصی‌ها ریاضی و زیست و 50 خورده ای زدم. فیزیک و خیلی کم زدم. دوست ندارم بگم فیزیکو. آره خوب نبودی. نمیخوام بگم. خب انداختم درس آخر، وقت کم آوردم، طبق اون چیزی که بود پیش نرفتم. بله. فیزیکو انداختم آخری و خیلی بازدهی پایینی داشت برام. بله. عمومیات چطور بودی اون موقع؟ عمومیام ادبیات و دین و زندگی رو از همه بیشتر زدم. ای والله باریکلا. آره اون موقع عمومی هم خوب بود داخل کنکور دیگه. حالا الان دیگه هست. اونم زبانو خوب زدم، عربی رو ولی خیلی بد زدم. عربی رو خیلی بد. از اول داغون بود عربی. آره. ای بابا. کلاس هم رفتیم ولی خب نه. کلاس هم رفتی نشد. اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم که کلاس کنکور درسی رفتی؟ کلاس کنکور من زیست شناسی و دوم و سوم میرفتم. اشتباه کردم پیش دانشگاهی نرفتم به خاطر اینکه اون در معرض قرار گرفتن و اون کار گروه کردن. مخصوصا ما که از عید به بعد دیگه مدرسه‌مون هم تعطیل شد و فکر می‌کردیم این به نفعمونه. یعنی من خودم فکر می‌کردم اینجوری بهتر باشه ولی از اون نظم خارج شد. درسته. صبح بیشتر می‌خوابیدم یه مقدار. از درس جدا شدی؟ جدا نشدم ولی اون برنامه‌ای که قبلش بود و داشت طبق روال پیش میرفت، من فکر می‌کردم اگه تعطیل بشیم بهتره برای درس خوندن، ولی رو من یکی اینجوری نبود. اون استمرار کلاس‌ها و کارهای گروهی و همدیگر رو میدیدیم بیشتر تاثیر داشت. بله بسیار. حالا هی ما میگیم بذارین درس رو ادامه بدیم تا فروردین، هی بچه‌ها میگن زودتر تمومش کن. هی ما اینو میگیم. خب آقا رتبه کنکور رو میگی؟ بعد بگم. آره اگه بگی خیلی خوبه. من سراسری 90 شدم 3000. بله. من داروسازی ساری قبول شدم. درست.
اون موقع 2 تا آزمون داشتیم ما، سراسری و آزاد. درسته. و من آزاد و بابام برام ثبت نام کرد. آزادم باید از قبل دانشگاهشو انتخاب می‌کردیم. آره. من بابام انتخاب کرد و برام زد پزشکی قم و رفتم من امتحان دادم. آزاد که اولا اینجوری نبود، یعنی تمام درس‌ها رو فکر کنم 100 زدم. بله کنکور آزاد یکمی آره. سطحش ساده‌تر بود. یه ریاضیش خیلی سخت بود یادمه، ولی بقیه زیست 100 زدم، فیزیک 100 زدم، شیمی 100 زدم. بعدش هم آسون‌تر بود کلا از سراسری. بعد ترازم شد 7400 تقریبا. بله. خورده. حتی تهران هم قبول می‌شدم. و اینجا 2 راه داشتم. حالا نمیدونم الانم پشت کنکور میشه 1 سال موند. الانم میشه، آره میشه 1 سال. خیلی‌ها به من میگفتن 1 سال، خودم هم میخواستم که 1 سال بمونم، ولی یه سری رفیقی داشتم که میگفتن مثل شما که میگی سال بالایی‌تر، میگفتن آقا ما نشستیم رتبمون بدتر شد. حالا آره. این یه همیشه لیوان یه نیمه پر داره یه نیمه خالی هم داره. آره. من به حرف اونا رفتم ثبت نام کردم، ولی خب راضی نبود چون بچه شمال بودم و اون آب و هوا و اون سیستم کلا یه مقدار از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی برام سخت بود. به خاطر همین گفتم دوباره بخونم. بله. شاید نشد. برای سال دوم یا چیکار کنم که حالا تونستم انتقالی بگیرم. اول اومدم تهران، بعد از تهران اومدم تونکابون بودم. بله. تقریبا 5 سال و نیم از درسمو تونکابون. بیمارستان اینا رو تو تونکابون شد. همش تو قبلش هم تونکابون، تقریبا دانشجو تونکابون بودم. درسته. آره، ولی اوریجین اونجا بود دیگه، اینسرشنش شد دیگه. بسیار عالی. خیلی آقا شما رپ از کی کار می‌کردید؟ اینم بین حرفت بذار بگم که بفهم. شهر تو دانشگاه خیلی مهمه. یعنی محیط دانشگاه با محیط دبیرستان زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. بله. و اینکه شما تو چه شهری هستی، جدا از اینکه دانشگاهش چه رتبه‌ای داره، خب به هر حال میدونی اون شهر خیلی مهمه که کجا باشه، متناسب با روحیات شما، حال و هوای شما، شرایط جغرافیا، همه چیز باشه دیگه. خلاصه آره اینم گفتم بگم که بله بسیار اگه میخوام. یکی دیگه هم این که کلا الانم آزاد و سراسری و بین الملل هست الان. آره ولی اینا همش متمرکز شده، یعنی کلا یه کنکور میدن از بین کلش انتخاب میکنن. آره. چون مثلا خب حالا سطح رفاه خانواده ها با هم دیگه فرق میکنه، ولی شما هر چقدر اصلا بگو جزء در واقع دهک بالا چی میگن، جزء افراد متمول جامعه هم که باشی، وقتی که داری مثلا دانشگاه بین الملل درس میخونی یه مقدار قدرت اقتصادی خودت میاد پایین. درسته. مثلا من تو دوران دانشجویی چون دانشگاه آزاد بودم، مثلا من شعر میفروختم، بیت میزدم، میفروختم، متن انگلیسی میتونستم ترجمه میکردم، هر کاری میتونستی از دست در نمیکردی. آره دیگه به خاطر اینکه ما هم از همون اولش تدریس کردیم. منم از موقعی که رفتم دانشگاه در کنارش تدریس کردم. منم اتفاقا دوستام که این مسیر رو ادامه دادن از تو دوران دانشگاه یعنی مشاوره میدادن و تو بله. بسیار عالی. خب پس رپو شما از کی شروع کرد؟ قبل دانشگاه بود یا از اون موقع؟ رپو من اول راهنمایی بودم، حدوداً میشه مثلا گفت 10 سالم که بود، سال میتونم بهت بگم 81 اینا. من یه سری اولی آهنگی که گوش کردم یه موزیک ویدیو امینم بود، Cleaning Out of My Closet. بله. بعد این یه روپوش سفید پوشیده بود داشت قبر میکند، منم روپوش سفید رکابی سفید، منم میپوشیدم جلوی آینه برای خودم رپ میکردم و اینو میدیدم. یعنی راهنمایی پس راهنمایی. آره اومدم جلو تا دیدم که واقعیتش خب من اول دبیرستان اون موقع اول دوم سوم پیش بود دیگه، دهم یازدهم دوازدهم. آره من خیلی درسم خوب بود از دوم دبیرستان که دوباره رپ بیشتر میکردم. و مثلا من یه همکلاسی داشتم دوم دبیرستان، یه عکسه هست اون استاد آپیکو منو با چند نفر دیگه. اونجا من دوم دبیرستان بودم. من اونجا حالا نگم که یکی از بچهای کلاس میخواست برای دوست دخترش یه آهنگی کادو بده. به من گفت یه آهنگی بساز. که من به اسم اونو مثلا بیت آخرش میگفتم همه روزای سهیل شده تاریک، مثلا به اسم اون سهیل شعر نوشتم. آره. یعنی اینجوری تا دیدم سوم دبیرستان این یه مقدار باعث افت تحصیلیم دیدم داره میشه. به خاطر همین من از وسطای سوم دیگه کلا موزیکو گذاشتم کنار، بیشتر برنامه ریزی کردم، بیشتر سفت‌تر چسبیدم، چون خب رپ موسیقی
همیشه هست، قرار نیست نابود بشه، ولی کنکور یه باره توی 18 سالگی. پس من اون موقع به خودم فکر کردم، گفتم الان دیگه وقت این نیست، وقت اینه، چون میخواستم واقعا که پزشکی قبول بشم، یعنی دوست داشتم که قبول بشم. خب بسیار عالی، خیلی خوب. آقا شما مثال زنده این هستی که میگن پزشکی بخون در کنارش علاقت هم ادامه بده. دیدی ماما بابا آدم میگن شما برو پزشکی بخون کنارش به علاقت هم برس. به نظرت کار رپ بهت کمک کرده بتونی پزشک معروف‌تر پرطرفدارتری بشی؟ جفتش رو هم یعنی روی همدیگه تاثیر میذاره، پزشکی روی رپ روی پزشکی، و کلا به نظر من تحصیل تو دید آدم فرق میکنه. دانشگاه دایره روابط اجتماعی آدم رو میبره بالا. هر چقدر شما بیشتر بدونی، بیشتر مطالعه بکنی، تاثیر داره روی، چون به نظر من 2 مدل آموزش وجود داره. یه مدلش که مال آدمای کله شقه، حالا تا یه حدی همه ما ببخشید همه ما داریم که امتحان میکنیم شکست میخوریم تجربه میگیریم، امتحان میکنیم شکست میخوریم تجربه، ولی خب این خیلی دمیج زیادی برای آدم داره. اینکه آدم مطالعه بکنه، بشناسه در واقع چیزایی که توی مسیرش هست و بهتر میتونه که مقابله بکنه با سختی‌ها، با مسائلی که براش پیش میاد. واسه همین من اگر پزشک نمیشدم فکر میکنم که رپم به این جایگاه نمیرسید. درسته، بله بسیار. در مورد دوران تحصیلت گفتی که از سوم که رسیدی، که اون موقع سوم میشه مثل 11ام الان ما بچه‌ها، خب از اون موقع دیگه تقریبا سعی کردی رپو کم کنی بری سراغ درس که بتونی اون یک بار رو از فرصت تو کنکور خوب استفاده کنی. زمان شما باید روزی چند ساعت آدم درس میخوند بتونه پزشکی قبول شه؟ خب این میزان مطالعه تو آدمای مختلف با هم دیگه فرق میکنه و بازم مطالعه مفید فرق میکنه. من یه زمانی اومده بودم ساعت مطالعه‌ام تو اون دفتر برنامه‌ریزی دیدم اون اصلا متناسب شخصیت من نیست. چرا؟ چون من کتابو جلوم باز میذارم ولی به 1000 تا چیز دیگه دارم فکر میکنم. یعنی مطالعه‌ام غیر مفیده. و واقعا مادرم تو خونه برای من مثل یه روانکاو، مثل یه روانپزشک بود. مثلا بهم کمک می‌کرد، چون یه مقدار بیش فعالم بودم، بهم کمک. مثلا یه راهکاری که اون موقع داشتم مادرم بهم گفته بود، من چون خیلی فکر میکردم، کتابو جلوم باز میکردم، افکارم خیلی حواس فکری میکرد. دقیقاً. بعد مامانم بهم گفت اون چیزی که داری بهش فکر میکنی و اونو به انتها برسون، اون فکر رو، بعد یه کاغذ بذار کنارت، اون کاغذ رو بنویس، اون فکر رو روی اون کاغذ بنویس، سری بعدی که داشتی فکر میکردی حواست باشه دیگه به اون فکر نکنی، اون برات تموم شد. ذره ذره تونستم که دستتون در نکنه، ذره ذره تونستم که تمرکزم ببرم بالاتر، مطالعه مفیدتر بکنم، ولی مثلا نرمش 5 ساعت شاید 4 ساعت بستگی داشت، زیاد و کم میشد، ولی تقریبا توی همین. کسایی هم بودن که تو کلاسمون خیلی درس میخوندن، ولی خب اینم هست، شما جدا از این که درس میخونی، تو روز کنکور من یه سری از درس‌ها منو غافلگیر کرد، چون من یاد گرفته بودم از اطرافیانم که پیش بینی کنم چه درسی چه سوالاتی میاد. درسته. ولی یه مقدار سر بعضی درس‌ها طبق اون پیش بینی که خودم فکر می‌کردم نشدش. یعنی آره خب همیشه همین البته کنکور آخرش سر جلسه آدمو یکم سورپرایز می‌کنه. همیشه همین. خب الان بچه‌ها خیلی البته کنکور سخت شده، یعنی زمان ماها که قدیمی‌تریم به هر حال 4-5 ساعت مطالعه خوبی بوده. الان که دیگه میدونین وضعیت سنگین شده، مشکلات بیشتر شده، امکانات هم بیشتر شده. آره یعنی جفتش بیشتر شده. ولی خودم این که مثلا میگم 4-5 ساعت، چون من عادت داشتم کلاس‌های گروهی زیاد میرفتم و این میگم اول صحبتم گفتم این که بعد تعطیل بودم، ما خب دنبال تعطیلی بودیم. آره دیگه دانش آموز دیگه. آره تعطیلیه، ولی خب میگم یه مقدار اون نظممو به هم ریخت. اون کار جمعیه بیشتر بهم اون تایم بهم بیشتر مزه میداد و در واقع بازدهی بهتری داشتم. بله بسیار. آقا پایان نامت رو چه موضوعی بود؟ پایان نامه من تاثیر اضطراب و افسردگی بر روند درمان‌های غیر جراحی فروزن شولدر، بیماری فروزن شولدر، شانه یخ زده است، دست و مثلا محدودیت حرکت دست و درد مفصل و معمولا تو دیابتی خانم باردار، هایپو تایرویدیسم و تو اینا مثلا آره دیده میشه، بروز میشه. آره ای والله دمت گرم. میخوای تخصصم بخونی یا برنامه نداری؟ دیگه قسمت بود تخصص شد هیپ هاپ دیگه. بله دیگه هیپاپولوژیست شدی دیگه. آره دیگه هیپاپولوژیست شدی. ولی خب اینم بگم یه موقعی اگه دیدم که علمم، سعی میکنم مطالعه داشته باشم، چه کم در طول روز داشته باشم که اون علم برام تو ذهنم بمونه دیگه.
ولی اگه یه روزی احساس بکنم که نیازه، چرا که نه. بله آره ایشالله. آره. خب آقا این عکسو فرباد جان میاری برامون؟ عکسو یه عکسی هست متعلق به دوران دبیرستان شما، خودت اشاره کردی. حالا تا عکس من میارن شما بفهمید بکنید. بله این عکس الان این آسروش اون موقع با هم کلاسی. گفتی دوم دبیرستانه؟ اینجا دوم دبیرستانه، دوم تجربی مدرسه نمون دولتی آمل آیت الله آملی. بله بله. بعد این استاد آپی که معلم ریاضی بودن؟ معلم ریاضی. من ریاضیم خیلی خوب بودم. جدی؟ آره معلم ریاضی بود. بعد اون موقع من یه آهنگ داده بودم، آقا اگه شاگرداتون رپرن موزیکا رو گوش بدید لطفا. این موزیکمو گوش کرده بود. بعد خیلی تحسین کلا معلمی بود که هم با همون شوخی میکرد، هم راجع به مسائل اجتماعی حرف میزد، هم بهمون مشاوره میداد، هم خودش دبیر ریاضی خوبی بود. این بچه‌هام همه پزشکی دندون قبول شدن. کلاسمون کلا 20 خورده نفر، فکر کنم 17 18 نفر پزشکی دندون، یعنی کلاس خیلی یه دست نمونه دولتی آمل. ما اولا تو خوابگاه زندگی میکردیم. یعنی ما دبیرستانمون رو چون شهر خودم نبود تو آمل بودیم، ما تو خوابگاه زندگی میکردیم هممون و کلا شرایط عجیبی بود دیگه. اینم یکی از دوستای صمیمیم آرش، دندون پزشکی الان دیگه. ماشاءالله ماشاءالله. سهیل نیست تو عکس؟ سهیل تو عکس افسوس. آره خوب بیاد. خب اوکی اینم از این. اما یه سوال دیگه که اینجا نوشتم از شما بپرسم، یه خاطره بامزه از دورانی که بیمارستان میرفتی میتونی برام بگی؟ بیمارستان دانشگاه، بیمارستان تر. آره من اون موقع یه چند تا ترک داده بودم، خیلی ترکیده بود و اون موقع هم کلا یه دورانی بود که با الانم فرق میکردم، یکم آدم متفاوت تری بودم. یه چند تا ترک داشتم که همشون رو همه پلتفرما رکورد زده اونا. بعد خیلی یهو معروف شدم. توی اواخر خدمتم بود، البته وسطای خدمت تقریبا اتفاق افتاد، تو ترک دیگه اصلا کلا. بعد این دبیرستان پسرونه که تموم میشد، آجی همه می اومدن یهو 20 نفر با قبض میگرفتن، یارو می اومد تو میگفت دوکی فقط اومدن برام ویزیت. خیلی بچه‌ها دانش آموزا میادن. خب خیلی انرژی مثبتی بود. یعنی بعضی وقتا دلم تنگ میشه برای اون طرح و بیمارستان و این ارتباطی که با بقیه داشتم. طرح تو کجا بودی؟ طرح من کلاردش بودم. کلاردش بودی؟ اونا میدونستن شمایی و هر روز می اومدن؟ آره خیلی دیگه محبت داشتن، خیلی حال میداد دیگه. ایوا آقا چند تا سوال رپی هم بپرسیم دیگه تا اینجا بردی. توی رپرهای نسل قبل خود شما به هر حال نسل جدید رپرها هستی دیگه. 4 نسل میگن، شما نسل 4 میشه دیگه. آره. اون از نسل‌های قبلی خودت کی برات الهام بخش بوده، فیوریتت بوده، حال میکنی؟ من خیلی از هیچ کس الهام گرفتم، مدل قدیمیش، ورژن قدیمیش که گروه صامت بود، و چون خیلی ساده ولی با آرایه، رپ با آرایه میکرد ولی مفهوم ساده. چون بعضیا میان رپ رو میپیچونن ولی رپ نباید پیچیده باشه، یعنی این اساس رپه. اونی که میپیچونن اون میشه غزل، قصیده، میشه شعر نو. خب میره توی اون بازی. رپ باید ساده باشه، کلام ساده ولی در عین حال زیبا و همراه با آرایه باشه. هیچ کس اینجوری بود دیگه. درسته. و خیلی من الهام میگرفتم ولی الان نمیتونم موزیکاشو گو. البته خب سن دیگه عوض میشن بالا. منم 10 سال دیگه مثلا ممکنه یه جور دیگه باشه. درسته. رپرای هم نسل خودت کیو دوست داری؟ نسل خودم بچه‌هایی که باشون رفیقیم دیگه. بیشتر حالا تو دوتایی که داشتیم، من و کاگام مسیر رو با هم اومدیم، ولی خب با چرسی هم یه دورانی خیلی دوست بودم و الانم با اینکه دوره ولی همین جوریه خیلی رفیقیم با هم. ارتباط رفیقانه است. آره خب خیلی عالی. فامیلیه دیگه. بله. آره خانواده این واقعا. بله. امیدوارم همیشه همینجوری بالا باشی. پرچم بالا. آقا چند تا کلمه میخوام بگم. شما اولین چیزی که به ذهنت میرسه لطفاً در حد یک کلمه یا جمله مختصر بهمون بگو. شغل. یک کلمه یا یه جمله. من چون همیشه کاری که علاقه داشتم و انجام دادم، چه پزشکی چه رپ، چون به نظر من آدمی که علاقه به یه کاری داشته باشه هیچ وقت خسته نمیشه. مثل فوتبال بازی کردن مسی میمونه. آره. مثل مهدی قائدی میمونه، هر بار توپو میگیره
من یعنی علاقه اگه یک کلمه بخوام بگم حالا بله 10 تا جمله گفتم. بله بسیار. سال کنکور. سال کنکور واکسن آنفولانزا من نزدم، زیاد آنفولانزا گرفتم. ای بابا. اشیکاگان. بزرگمرد کوچک. بزرگمرد کوچک. رؤیا. رؤیا بچه من و بچه. هدف برنامه ریزی. من از هدف برنامه ریزی رو یاد گرفتم. یعنی اول الان گفتی رویا پرداز بودم، یه سری هدف برای خودم داشتم و یاد گرفتم که باید برنامه ریزی داشته باشم تا به هدفم برسم. بله بسیار. خب و اما یه ویدیو شما داده بودی که توی استخر بود جلو برج خلیفه، به بچه‌ها کنکوری اومده بودن بهت گفتن آقا ما کنکور داریم، شما استوری میذاری حواس ما پرت میشه، اینا گفته بودی آقا آنفالو کن و برید حواستون رو بذارین رو درس و بعدم گفته بودی که برای این آخرای کار دوران جنبندی بود ظاهرا دیگه آنفالو نکنن. آره نه الان بیان فالو کنین اتفاقا. خب و گفته بودی که حافظه تصویری رو تقویت بکنین. اتفاقا در مورد زیستم مثال زده بودی، گفتی که فلان صفحه زیست. اینو اتفاقا منم خیلی تاکید میکنم به بچه‌ها، میگم شما باید بدونین اینا کجای کتابه. حالا یه مروری میکنی دقیقاً یه مروری میکنی دوباره برای بچه‌ها بدونن چیکار کنن. باز اینم تو آدمای مختلف متفاوته، ولی من حافظه تصویریم نسبت به بقیه متوجه شدم که قوی تره. چه جوریه؟ مثلا رفیقام رد میشدن، پلاک ماشینا رو من خوب حفظ میکردم. یعنی یادمه که کل فامیل و رفیقامو یه زمانی من پلاکا رو حفظ میکردم، چون به خاطر اون شکلش، اون حروف و اون کنار هم بودنش. تو درسم من یادمه که جزوه ریاضیمو که همین آقای استاد آپیک به ما درس میداد، مثلا صفحه‌ای بود که 2 تا کرده بودم که توابع بود، که یادم باشه که آقا این توابع این صفحه با این شکل این مدل نوشتن، این ستاره بالاش و این 2 تا. یا تو زیست عکس نوکلئوتید بود، مثلا کنارش این نوشته این برای این صفحه است، این برای این فصله. خیلی کمک میکنه تو روز کنکور، واقعا دست آدمو میگیره. همینطوره. واقعا حافظه تصویری برای بچه‌هایی که تجربیان خیلی مهمه، یعنی به ویژه شکل‌های همین زیست، یا مثلا حتی ببینید فرمولا رو مثلا از جاش میگه من یادم میومد که این مثلا چه فرمولی، واقعا خیلی مهم. آقا ما نزدیکای آخر دیگه صحبتمونه. خب اوکی آقا، ما یه دونه کاغذ هم اینجا گذاشتیم، شما یه یادگاری آرزو موفقیتی برای بچه‌های ما لطف کنی بنویسی که این خدمت شما باشه. من فقط مهرم تو ماشینه، اگه نیازه آریان خب بگیم بچه‌ها بیارن. آره مهرم بچه‌ها بیارن، مهر پزشکیشون هم میزنن باش. کنسوله. آره. خب اینم دیگه میمیسم برای شما که آرزو موفقیت بکنن. من ازشون هم خواستم که حالا در نهایت آخرش که میخوایم باشون خداحافظی بکنیم بهتون بگن که برید سرچون بکنید تو کتاب درس بخونید. من قبلش باشون هماهنگ کردم توصیه به درس خوندن به بچه‌ها بکنن. بله کنکورت چه سالی میشه؟ کنکور 1404 میشن بچه‌ها. نه همه بچه‌ها تجربی هن دیگه. آره همه بچه‌ها زیستن، تجربی هن. ماشاءالله. و امضا نسخه ای ها. آره. ماشاءالله. دو تا امضا دارم ولی این امضای نسخه ایه. بله بسیار. اینو من میگم که بچه‌ها بعدش این بذارن عکسش رو تو پنل براشون که داشته باشن. توی جزوه‌های همین جلسه‌مون ما اینو میذاریم که دیگه یادگاری آقای دکتر برای شماست. ان شاءالله که رو سیاه نشین، رو سفید بشین. یه کاری بکنین که خلاصه درس بخونیم و نتیجه خوب برسیم. بله حتما. آره لطف کن یه صحبت دلی هم براشون بکنی. بچه‌ها همشون ببخشید یعنی کنکوری ان یا بچه‌ها کنکوری ان، ما لینک دادیم ممکنه دهم یازدهمیان باشن. دهم یازدهمیان بیان دیگه. آره هیچ چیزی ناامیدتون نکنه. البته من شاید در جایگاهی نباشم به بچه‌های شما بخوام نصیحت بکنم، من خودم کامل نمیدونم که بخوام به کسی چیزی بگم، ولی هیچ وقت ناامید نشو. همیشه
ایمانی که به خودت داری و همیشه داشته باش، حواست باشه که تمام قدرت ها اینجاست، از اینجا نشأت میگیره. هیچ آدمی کامل نیستش، هیچ آدمی همه چیش قوی نیست، هر آدمی نقطه ضعفایی داره، نقطه قوتایی داره. نقطه قوت‌ها رو روش فوکس کن، روش تمرکز بکن و نقطه ضعفاتو سعی بکن که در آرامش بتونی که قوی‌تر بکنی. و همین دیگه. البته همون توصیه قدیمی که واقعا شب کنکور خوب بخواب، به اندازه غذا بخور، غذاهای مقوی بخور و اعتماد به نفس اولین و آخرین چیزیه که روز کنکور اگه ایمان داشته باشی که میشه، یهو دیدی رو دیوار یه فرمولی نوشته، باور کن میشه. هیچ وقت ایمانت تا دست نده. آره واقعا. آقا دم شما گرم، خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید. خوشحال آقا مهرم آوردن، اینم لطف کنی بزنی پاش. مهرم آبیه ولی بلادیه. بلادیه، خونم آبی شده. آقا دم شما گرم، خیلی لطف کردید، خوشحال شدم. دم شما گرم، ممنونم. خداحافظ. قربون شما، لطف کردید، ممنون. خب بچهای عزیز، این هم از سورپرایز امروزمون که آیه دکتر ولیزاده رو آوردیم، هیپاپولوژیست، دستنویسی هم که نوشتن که اینه تو پنلتون ما میذاریم. قوی بمون، جامعه ضعیفه، میخواد تو رو به طلب حریف. آرزوی موفقیت برای همه بلادیام در کنکور 404. براتونم بذار این مهرم نشون بدم یه بار دیگه. نگاه مهر زده با نظامش. اینم از این. خب اوکی، بهم لطفا فایلامو میدین بریم درس بدیم. یه کات بدیم. آره میگن یه 2 دقیقه کات بدیم، این صندلی‌ها رو جمع کنیم بعد بریم درس. 2 دقیقه بچه‌ها کات میدیم برمیگردیم.